روز 22 سپتامبر سال 2022 یک گروه زادگان تاجیکستان در نزد سفارت قرقیزستان در شهر برلین پایتخت آلمان گردهمایی اعتراضی دایر کردند. در عکس و ویدیوی به اداره پایگاه خبری بامداد ارسال شده دیده می شود که در نزد سفارت قرقیزستان در برلین حدود 20 نفر گرده هم آمدند. اعتراضگران با خود عکس‌های قربانیان مناقشه‌های مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را آورده شعارهای را به مثل کشتار کودکان تاجیکستان را بس کنید بلند کرده بودند. اعتراض در برلین نخستین گردهمایی اعتراضی زادگان تاجیکستان در پی مناقشه آخران در مرز دو کشور است که دست کم 130 کشته به جا گذاشت. زادگان قرقیزستان در چندین کشور جهان الکی گردهمایی‌های اعتراضی برپا کرده بودند. در بین اعتراضگران در برلین ورزشگر شناخته جنگ‌های بدون قاعده زاده نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان الخطب فردوس هم دیده میشد. الخطب 21 ساله که سالهای آخر در اوکراین زندگی و مشق میکرد و در دانشگاه ادسا در رشته علاقه و مخابرات در سال سوم تحصیل میکرد، بعد شروع جنگ اوکراین به اروپا پناه آورد و حالا در مسابقات بین المللی از آلمان نمایندگی میکند. روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در نتیجه ضدخوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان از هر دو طرف دست کم 130 نفر کشته شدند. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان نیز زیادند.